سال 1844 نویسنده فرانسوی الکساندر دوما رمان نوشت که بعداً آن را سه مشکتیار نامید. کلمه مشکتیار را مخصوص ترجمه نکردیم تا به شما فهما باشد، زیرا مردم این رمان را با همین نام توسط کینا، نوشته ها و فیلم های تصویری شناختند. این رمان آیدی سه مشکتیاری دربار نقل میکند که خیلی نوشیدن را دوست می داشتند. آنها با نفری چهارم، یعنی که با یکی از دیگر مشکتیار برای اجرا کردن امر پادشاه یاری می رسانیدند که آنجا لودویک بود. باید قید کرد که خلق فرانسه کوشش کردند و این رمان را پهن کردند که سبب مشهور شدن این سه مشکتیار در تمام دنیا گشت. و این در حالتی است که آنها سه معنوش بودند که بجز یک بافته نویسنده چیزی دیگری نبودند. آنها حتی در داخل رمان نیز یگان کاری قهرمانانه نکردند. تقریباً 1200 سال پیش از نوشتن همین رمان، یعنی که پیش از نوشته شدن این رمان، از بیابان عرب سه اسبسوار به راه برآمدند و به شمال به سوی شام روانه شدند. آنها لشکری 3000 نفره مسلمانان را راهبری می‌کردند و راهبلد آنها بودند. در راه وقتی که می رفتند آنها با لشکری ویزانتیا روبرو شدند و مقدار لشکر ویزانتیا آن دم آنجا 200,000 نفر بود، یعنی که لشکر مسلمانان 3000 نفر و از دشمن باشد از لشکر ویزانتیا 200,000 نفر بود، یعنی که خود حساب کنید که قریب 70 مراتب بیشتر. آنجا لشکر مسلمانان غلبه کرد، غلبه ای که دنیا تا آن دم هیچگاه ندیده بود. این غالبیت بعد آن به دست آمد که آن سه جنگاوری اسبسوار آنجا در میدان جنگ جان خود را از دست دادند. آنها این را برای شاه فرانسه نکردند، بلکه به آن خاطر کردند که این دین مبارک به من، به شما و به دیگر برادران و خواهران آمده رسد. آن سه نفر کیها بودند؟ آن سه نفر زید ابن حارث، جعفر ابن ابو طالب و عبدالله ابن رواح رضی الله عنه بودند. آیا شما از حیات این نفران یگان چیز میدانید؟ آیا باره هم یگان تای این نامها را شنیدگی هسته؟ ما فرانسوی ها را برای پهن کردن رامانی بافته شده گناهکار کردنی نیستیم، بلکه باید به خود نگریم. وقتی که آنها در مکتب ها از سه مشکتیار درس ها می دهند، برای کودکان فیلم های تصویری می سازند، کودکان و حتی کلانسالان ما از تاریخ خود و بزرگان خود هیچ آگاهی ندارند. این مشکلی باعث آن شد که امروز ما می خواهیم مانند آدم تارتنک، یعنی که چلوک پاوک یا اینکه سوپرمن باشه. و در این هنگام قهرمانان اصلی فراموش می شوند. کودکان ما امروز چرا تماشا میکنند؟ الادین و یا علی بابا. چی باید ما از الادین یا اینکه علی بابا یاد گیریم؟ چی باید ما از الادینی که هر چیزی که خواست از لامپه سحرناک طلب میکند آموزیم؟ آیا و یگان قهرمانی کرد؟ برای خلق یگان کمکی کرد؟ یا اینکه علی بابا و چی کار کرد؟ رفت از 40 راهزنی که پولهای مردم را دزدیده بودند آن پولها را دزدید و با همین 41 راهزن شد. آیا همین است آنی که میخواهیم
کودکان ما بیاموزند. در این برنامه ما کوشش میکنیم تا تاریخ دین مبارک را برای شما تازه و شفاف برسانیم. از حیات نفران نقل کنیم که کوچکترین چیزی که در حق آنها گفته میتوانه آن است که آنها بزرگترین انسانها در تاریخ انسانیت بودند. عباس ابن فارس عالم و اختراعکار که اولین پرواز را گذرانیده بود، یعنی که اولین پروازی که آدم آن را اداره میکرد گذرانیده بود و آن را به آن سببی که میخواست پرواز کند دیوانه شد. اما برادران فرایت برای این کارشان مشهور کردند. درآمد به تاریخ این چیست؟ این آن است که به تاریخ دیگرگونی وارد می شود و بعد برای ما پیشکش می کند. برای همین ما باید تاریخ خود را خود بنویسیم و بدانیم. 100 بزرگترین آدمان امت اسلام این برنامه است که از حیات قهرمانان نقل می کند. به شبکه ما ابونه شوید و قسم آینده این برنامه را که آنجا الکی از حیات یکم قهرمان نقل خواهیم کرد تماشا کنید. شاد می شویم از آن که شما فکرهای خود را نیز زیر هر یک قسم این برنامه پیشنهاد کنید. خداوند نگهبان هر یکی شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله.